سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بچه من توی این ویدیو استاد دوبلم به من یه سری متن داده بود که من باید اون متن رو می نوشتم و توی 1 ماه حفظ می کردم. و وقتی میگم متن فکر نکنید که فقط همین صفحه‌ایه که من توی این ویدیو نوشتم. یه عالمه متنه که من هنوز تموم نشده و هنوز دارم می نویسمش و این فقط یکم از اونه. و کلا این ویدیو رو گرفتم که بهتون بگم که این درس رو من هر موقع استادم کامل بهم داد میام که به شما هم توضیح بدم همه چیزاشو، توضیحاتشون که چجوری باید حفظ کنیدش و ببینید واقعا متنا چقدر زیادم و من هنوز تموم نشده، هنوز دارم می نویسم. گفتم هنوز تموم نشده و تمومم نمیشه، احساس میکنم خیلی طول کشیده. حالا اگه زنده موندم میام همه توضیحاتشو میدم. خدافظ.